أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از حذیفه رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب مسلم 372 می باشد. حذیفه رضی الله عنه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، داناترین صحابه، با حدیث هایی که پس از مرگ پیامبر آن فتنه هایی که روی میداد تا روز قیامت و آن فتنه هایی که روی میداد، با این حدیث های فتنه داناترین صحابه بودند. تمام صحابه ها به حذیفه برمیگشتند. آن حادثه هایی که روی میداد پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده رفته بودند و اینچنین صاحب سری پیامبر می باشند. نام های منافقان را به حذیفه خبر داده رفته بودند. حذیفه رضی الله عنه در جنگ احد و دیگر جنگ ها با همراهی پیامبر ضد مشرکان جنگ کرده است. اما سبب جنگ نکردن در جنگ احد، در جنگ بدر، پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت ندادند تا اینکه آن وعده که به مشرکان کرده بود وفا بکند. حذیفه رضی الله عنه میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لقیه و هو جنوب فهاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنوبا قال ان المسلم لا ینجس. حذیفه میگوید که روز من پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم در حالی که من جنوب بودم. سپس به دیگر راه را پیش گرفتم تا که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو نشوم. رفتم غسل کردم، سپس آمدم گفتم ای رسول خدا، من جنوب بودم. جنوب این است که وقتی که انسان در خوابش احتلام می شود، آن منی با شدت می براید، یا که انسان وقتی که مؤمن به همسرش خفت خواب می کند، هم بستری می شود، جیما می کند، او جنوب می شود. حذیفه در این حالت جنوب بودن. وقتی که پیامبر را دیدن کناره گرفتن، رفتن شستشو کردن، سپس به نزد پیامبر آمدن، خبر دادن که من جنوب بودم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان المسلم لا ینجس. مسلمان در حالتی که جنوب می شود او نجس نیست. نجس اگرچند که او احتلام می شود یا منیش با شدت می براید، او نجس نمی شود، بلکه فقط بعضی کارها، قرآن خواندن، قرآن را لمس کردن، نماز خواندن، به مسجد در آمدن، از این کارها دور می شود. جنوب یعنی از دور شدن می باشد. وقتی که انسان جنوب می شود، از نماز دور می شود، از قرآن لمس کردن دور می شود، برای من جنوب نامیده شده است. مؤمن نجس نمی شود اگرچند که در خواب احتلام می شود. این بسیار فکر اعتقاد خطا که من جنوب بودم و من به کارم پیش نرفت، این سخنها خطا می باشد. اما مشرکان نجس هستند. نجس این است که نجس معنوی، آنها رو الله شر البریه گفته است، بدترین مخلوقات، چون که آنها ایمان ندارند، آنها نجس هستند، نجسی معنوی. برای همین چند عمل هایی است که انسان به او غسل واجب می شود. اول این است که وقتی که جنوب می شود. سپس برای زنها وقتی که حیض می بینند، از حیض برای وقتی که پاک شدن غسل می کنند. سپس نفاس می باشد. وقتی که زنها تولد می کنند نفاس می بینند، بعد نفاس غسل می کنند. و اینچنین وقتی که یک شخص مسلمان میمیرد، وفات میکند، او را شسته می شود، او را دیگران می شوید. این
واجب ها می باشد. اما وقتی که کافر مسلمان می شود، آیا شست و غسل کردنش واجب است یا نیست؟ به این علمای اختلاف کردند. بعضی صحابگانی که وقتی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، وقتی که اسلام آوردند، مثل عمرو ابن عاص، مثل دیگر صحابه ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نکردند که تا که آنها غسل بکنند. اما بعضی شخص هایی که به اسلام در آمدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را امر کردند. مثل اینکه از ان قیس ابن عاصم میگویند که وقتی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم میخواهم که به اسلام بدرایم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تو غسل کن، شستشو بکن. فامرنی ان اغتسل بماء و سدر. و اینچنین بعضی شخصایی که به اسلام گرویدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تو آن مویی که در کافری داشتی او را بیتراش. اینچنین این حدیث ها وارد شده است، اما بین علم ها بین مستحب و واجب اختلاف دارند. این اختلاف می باشد. و در دیگر حدیث آمده است که ابو هریره نیز وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و اختفیت، من پیامبر را دیدم و کناره گرفتم و پنهان شدم و غسل کردم. سپس پیامبر گفتند که سبحان الله، مؤمن مسلمان نجس نمی شود در حالتی که جنوب است. این بود درباره جنابت، که بعضی فکرها و اعتقادهای خطا است که انسان وقتی که جنوب می شود گویا که او کثافت است یا نس است یا دیگر چیز است. این فکر خطا می باشد. مثل کافر نجس نیست در حالت جنوبیش، فقط بعضی کارها اجازت بود. این بود شرح مختصری حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.